سلام خدمت همراهان مجموعه کارنایکوس. در خدمتتون هستیم با معرفی سیگارهای ترای ارمنی. دوستان، ترای ارمنی به سفارش کشور ارمنستان تولید میشه و در حال حاضر ترای اقتصادی بازار محسوب میشه و اینکه خب کیفیت مطلوبی هم داره. بریم سراغ معرفیشون. خب ترای اولمون ترای سامپل هستش که این ترا داره یک کپسول و کپس هستش که حالا وقتی که شما کپس رو میتره کنید یه طعم در واقع هندونه‌ای و میوه‌ای رو آزاد میکنه و طعم پایش طعم میوه‌های گرمسیریه. ترای اواسیس پیل هم همینطور طعم میوه‌های گرمسیری همراه با مقداری منتول و دارای کپس. ترای تورکویز خب ترای خنک، نعنایی و متعادل. ترای سینا طعم خالص تنباکو و سنگین. ترای زرد طعم پایه‌ای لیمو و سبک. ترای سیلور طعم خالص تنباکو و سبک. ترای ارمنی آمبر هم حالا یه طعم در واقع پایه‌ای آجیلی داره و تقریبا لایت هستش، رو به سنگینه. ترای پرپل ویف هم طعم بلوبری، شاتوت و مقداری خنک.